سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. بریم که با هم ادامه ویدیو رو داشته باشیم. در خودرو شاهین از موتور بهبود یافته M15TC استفاده شده است که ساختار کلی آن مشابه موتور خودروهای تیبا، ساینا و کویک است، ولی در این خودرو از توربو شارژر برای افزایش توان و گشتاور موتور بهره گرفته شده است. بناست که در آینده روی این خودرو موتور ME16 که نسخه ایرانی موتور EC5 گروه PCA است به کار رود. از امکانات رفاهی و آپشن های سایپا شاهین می توان به فرمان برقی، رینگ 15 اینچ آلومینیومی، کیلس استارتر، دوربین عقب، مانیتور لمسی، سنسور دنده عقب، تهویه اتوماتیک، ورود بدون کلیک PEPS، سانروف، ترمزهای چهارچرخ دیسی، سیستم پایش فشار باد تایر TPMC، نشانگر تعویض دنده، چرخ دیلای و چراغ اتوماتیک و صندلی چرمی اشاره کرد. سایپا شاهین را با نام رهام در سال 1095 و در نمایشگاه خودرو شیراز رونمایی کرد. در سال 1398 نام آن را به شاهین تغییر داد و در 18 خرداد 1399 پیش‌فروش آن آغاز شد. تولید انبوه شاهین در آذر 1399 آغاز و نهایتاً اولین سری آن در اسفند 1399 تحویل داده شد. با این وجود خریداران مدل‌های اولیه اذعان داشتند که خودروی آنها دارای ایرادات قابل توجهی است. سایپا بعدها مدعی افزایش کیفیت شاهین نسبت به مدل‌های اولیه شد.
ماشین شاهین قرار بود از موتور 1.65 لیتری بریلیانس H330 استفاده کنه، اما به دلیل تحریم‌های 1397 و خروج بریلیانس از ایران این موضوع منتفی شد. در پایان تصمیم گرفته شد که از نمونه تقویت شده و دارای توربوشارژر پیشرانه 8 سوپاپ خودروی تیوا در این خودرو استفاده شود. موتور توربوشارژر این خودرو تقریباً 110 اسب بخار قدرت و 178 نیوتن متر گشتاور تولید می‌کند. به دلیل سیاست‌های خارجی ایران و تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های ایرانی از توربوهای ساخت چین استفاده می‌کنند که دوام کمتری دارند. همچنین استفاده از فناوری‌های قدیمی منجر شده که راندمان این موتور بسیار پایین باشد و نزدیک به 50 اسب بخار قدرت کمتری نسبت به کمینه استاندارد روز تولید کند. همچنین سایپا پیشرانه‌ای با نام ME16 را طراحی کرده که اساساً برگرفته از پیشرانه ES5 است. بناست که این پیشرانه در شاهین پلاس نصب شد. این موتور در شرایط مطلوب 115 اسب بخار توان در 5800 دور در دقیقه و 147 نیوتن متر گشتاور در 4200 دور در دقیقه تولید می‌کند و همچنین از فناوری سامانه سوپاپ متغیر به استاندارد آلایندگی یورو 5 بهره می‌برد. تارا ماشین در دو گونه دنده دستی و خودکار تولید می شده است. این خودرو از پیشرانه TU5P که یک موتور بهبود یافته از روی TU5 است استفاده می نماید. این پیشرانه 1600 cc حجم، 16 سوپاپ، 113 اسب بخار قدرت و 144 نیوتن متر گشتاور تولید می کند که دارای سامانه زمانبندی متغیر سوپاپ CVVT و سرسیلندر با میل سوپاپ دوبل DUHC می باشد. همچنین دارای پمپ روغن متغیر است که باعث می شود که در شرایط مختلف عملکرد پیشرانه بهبود یابد. نسخه اصلی پژو 301 از پیشرانه‌ای با نام ES5 استفاده می کند که 114 اسب بخار قدرت و 150 نیوتن متر گشتاور تولید می کنند و نمونه مدرن‌تری نسبت به پیشرانه TU5 است. اما پیشرانه تارا مدل توسعه یافته از پیشرانه TU5 با قدرت 113 اسب بخار و گشتاور 144 نیوتن متر است. طول خودرو 4505 میلیمتر، عرض خودرو 1748 میلیمتر و ارتفاع آن 1466 میلیمتر می باشد. وزن خودرو بدون سرنشین و باک پر 1150 کیلوگرم می باشد. دارای 50 لیتر مخزن سوخت، استاندارد آلایندگی یورو 5 و فرمان خودرو برقی می باشد. حداکثر سرعت 190 کیلومتر بر ساعت و شتاب تا 100 آن در نمونه دستی 13 ثانیه است. شاسی و جلوبندی خودرو مشابه پژو 301 است. تعلیق عقب خودرو اکسل یک پارچه با فنر پیچشی و تعلیق جلوی خودرو مکفرسون است. انواع مدل های ماشین تارا مانند V1 پلاس، V2، V3 و آخرین مدل آن V4 است. نسخه فول آپشن تارا با جعبه دنده اتومات تارا V4 اواخر سال 1401 با نام تارا اتومات سال رونمایی شد، اما در پاییز 1402 اولین سری آن با نام تارا فورد تیپ LX به دست خریدارانش رسید. این نسخه در بخش مشخصات فنی تفاوتی با V2 نداشته و از لحاظ ظاهری و امکانات نیز همانند نسخه V3 می باشد.